ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 17 ینور سال 2024 درباره بخش شبانه روزی حبس مأموری محکوم شدن یک جوان 18 ساله برای در صحیفه‌اش در شبکه اینستاگرام نشر کردن ویدیوهای پر از الفاظ قبیح خبر داد. گفته می شود که جهانگیر رحیم زاده با وجود هشدار مقامات حفظ حقوق به نشر چنین نوارها ادامه داده است. به گفته ملیس دوشنبه گرچند قبل از جانب کارمندان مقامات حفظ حقوق شهروند رحیم زاده جهانگیر سال تولدش 2005 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه ادهموف جهت پند کردن نوارهای دارای الفاظ قبیح و پس کردن شان و شرف دیگران آگاهانیده شده باشد هم، ولی نام برده به خود خلاصه ضروری نبرآورده پی هم دست به چنین قانون شکنی زده است. نام برده در شبکه اجتماعی اینستاگرام صحیفه‌های خود را گشوده پیوسته نوارهای دارای الفاظ قبیح و تحقیر کننده و بدنام کننده شان و شرف انسان را پهن می‌کرد. با نظرداشت دولت‌های مذکور نسبت به رحیم زاده جهانگیر برای اطاعت نکردن به طلبات قانونی کارمندان میلیسیا طبق طلبات ماده 479 کد حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه نویه اسماعیل سامانی ارسال کرده شد. دادگاه در نوبت خود نسبت به جهانگیر رحیم زاده جزا در نمود حبس مأموری به مدت 7 شبانه روز تعیین نمود. خود بلاگر دستگیر شده و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند.